بچه من مهدی هستم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز قراره بریم کشی کج بازی کنیم ولی پارت 2 نیست. این ویدیو یه ویدیو متفاوته ولی همون کشی کج رویال رامبل 10. اون مثل داداشم بود، یعنی اگه نگرانی داشت یا کم بود ناهمواری داشت راش نیست. این ویدیو یه ویدیو متفاوته ولی همون کشی کج رویال رامبل 10 نفر است ولی با مجازات. اگه ببازم باید سس تند بخورم، یه قاشق کامل. برو بریم سراغ این ویدیو خفن. بزن بریم سراغ ویدیو. رویال رامبل 10 نفره. خب الان یه آدم بهتر باید برداریم. اون قبلی اصلا خوب نبود. فکر می‌کردم که خیلی خوبه، میتونه همه رو بندازه بیرون ولی اصلا خوب نبود. پیدا کردیم براک. بقیه‌شو نمیدونم اسمشو کامل نمیدونم. براک نفر اول. برو. خب اگه تو تا اینجا ویدیو اومدی حتما این ویدیو رو لایک کن، چنل ما رو هم دنبال کن که ویدیو گیم فوق‌العاده داریم. و خب بریم. اوکی شروع شد که ما اینیم. خب حریف مقابل داره میاد. کی حریفمون به نظرت؟ اوکی رندی اورتون میزن. ماشالله. دوباره اینجوری باید بزنیم، باید مغزش رو خورد کنیم. وای نه. اوه شت زد. اوه عد زد. آی همینجوری داره ما رو میزنه. لب ولی کنی نندازمون بیرون. سوس تون بخوریم معدمون سوراخ شد. رندیوسون داره سکولیز رو میندازه بیرون. نتونست بندازه. حالا ما شاید بتونیم بندازیم بیرون. ما جفتشون هم زدیم. با یه تی دونشون بزن. وای اینو نباید میزدم. وای نباید میمدم سمتی. بلند شو. وای میتونستم بندازمش بیرون. وای آها وای شلختمش بیرون ها. نشد. همینجوری داریم مغز همه رو میتره کنیم. منتظریم که بلند شه. بلند نمیشه. نمیشیده باید بلندش کنیم بندازیمش بیرون. باشیم مینداختیم خیلی نشد. بلند شو. بیا برو اون ور. ما بریم اون ور. این چی میگه؟ تازه آمده. اینو بندازیم بیرون. بنداز بزن. وای بنداز بیرون. جون مادرت بنداز بیرون. به وای حالا این نندازمون بیرون. وای ستون. وای بختیم. چقدر زود 3 دقیقه هم نشد. وای سستون باید بخوریم بچه ها. بیچاره شدیم. برو بریم سراغ مجازات و سس تندمون. یه قاشق هست بریزیم توی قاشق.
سس تند و یا اول فصل. صدای بدی میده. نگاه کنید. اوی پر نمیشه. بدبخت شدم. خب این دیگه الان پر شد دیگه. یه قاشق کامله. بیارمش سمت دوربین. معلوم نیست. اینم از سس تندمون. وای خیلی تنده. برو بریم. ممنون که تا اینجا ویدیو رو همراه ما. اگر از این ویدیو خوشت اومد حتما لایک کن، چنل ما رو دنبال کن، زنگوله رو بزن که تا هر وقت ویدیو گذاشتم مطلع بشید. و اگه بازم از این ویدیو خوشت اومد حتما تو کامنت ها بنویس که بازم بریم. خدا نگهدار. خیلی بد بود. خیلی تنده.